بسیار اولان بلیستان بشود انشاءالله ما باوری داریم موندو میگیم زوریم نه که بچه ها حرکت کردیسن که نفس بوز کردیسن باور کنیم دوستان عزیز در بازی النصر فوتبال بازیگرای ستاره دنیا بازی دارن کریستیانو رونالدو باور کنیم ما خوشبختانه آدمه که دسته استقلال دوشنبه در بازی دوری دوم مرحله گروهی لیگ قهرمان‌های AFC 2023 از باشگاه النصر عربستان سعودی با حساب 1-3 شکست خورد. بازی دوری دوم مسابقات در گروه A میان باشگاه‌های استقلال و النصر شب دوشنبه 2 اکتبر در ورزشگاه الاول پارک شهر ریاض دایر گردید. هرچند در نیمه اول دیدار تو بیشتر در اختیار میزبانان بود و آنها وضعیت خوبی گلزنی داشتند، موفق نشدند. رستم اتیموف که مهارت بلند نشان داد در بسیار لحظه ها دروازه استقلال را از گل امین داشت. همچنین رونالدو را به حیرت گذاشت. فوتبالبازان استقلال در نیمه اولی بازی تنها یک لحظه گلزنی به وجود آورده از آن پرثمر استفاده کردند. حساب در دقیقه 44 گشوده شد. در زدن گل لگیونرهای استقلال سهم ارزنده گذاشتند. سنین سبایی به توپ ارسال کرده همدستش دنیس بگانوویچ در جریمه‌گاه صاحب شده آن را از مسافه نزدیک وارد دروازه آنها کرد. این اولین گل استقلال در مسابقه امساله لیگ قهرمان هاست. تا دقیقه 60 دیدار حساب بازی به فایده استقلال بود. کریستیانو رونالدو سروان باشگاه النصر در دقیقه 66 با ضربه نشانرس از جریمه‌گاه حساب را برابر نمود. ضمناً این اولین گل رونالدو در لیگ قهرمان‌های آسیا میباشد. بعد 6 دقیقه آن اندرسون تلیسکای برزیلی گل دوم میزبانان را با ضربه سر به نشان رساند. او در دقیقه 77 با ضربه سخت از جریمه‌گاه گل سوم را به دروازه استقلال وارد کرد. با این ترتیب در این بازی جالب و پرشدت باشگاه النصر با حساب 3-1 غالب شد و 3 امتیاز گرفت. باید گفت که سرمربی استقلال ایگور چریوچنکو با سبب وضع عائلوی همسرش در شهر مسکو روسیه بیمار است به عربستان سعودی نرفت. دسته را به بازی مقابل النصر یاور او یوری باتورینکو به میدان برآورد. در هیئت النصر چند نفر ستاره‌های فوتبال جهانی که پرتغالی کریستیانو رونالدو و خرواتی مارسلو بروزوویچ از جمله آنها بودند بازی کردند. در اینجا دیده می شود که کریستیانو رونالدو به همبازی ما یعنی رستم یتیموف توجه نموده گل‌های بیشتر از 5 تا ارسال نموده او را با یک جدوجهد گردانده است و او را توصیف نیز نمود که خیلی هم دروازه‌بان خوب بوده است. داوری فیفا کیوهیونگ جین از کره جنوبی سردار این بازی بود. اکنون انتظار می رود که ماه دکبر در میدان تاجیکستان دسته استقلال با النصر عربستان بازی دوم را نشان می‌دهند. در اینجا دیده می شود که کدام از این دسته ها دست بالا خواهد شد. ما انتظار می شویم و امید می بندیم که استقلال در بازی دست بالا خواهد گشت و النصر را مغلوب خواهد نمود.